سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر سلامت جانجر. دوستای عزیز، بیکاری در عراق زمانی که تعطیل هستیم، بیکار هستیم، چیکار میکنیم؟ تعطیلی بیکار در اتاق هستیم، افسرده میشیم. داخل شرکت جای پارک، جای شتن نیستن دیگه. کار باشه خوبه دیگه. حدودا یک ماه شده ما بیکار هستیم، کار نمیکنیم به خاطر که صاحب کار پول ما رو ندادن. صاحب کار میگن پول بده، پیمانکار هستن میگه شرکت ندادن، باید این پول خودش بده. خلاصه این دردسر زیاد داره دیگه. و اینم بیرون آمدم من یک ویدیو برای شما بگیرم. اینم داخلی شرکت به سیستم کار میشه، یعنی طرف ها رنگ کرده، یک کمی نما میشه این اندازه. اینم دیوارشی اندازه، این قسمت ها پایین دیوار اولیش یا حیاتش هسته. اینم سرگش حدوداً 30 متر شاید زیادتر باشه، حدوداً 30 متر هسته. دو سرکه جور میشه. اون طرف همیش نشده، رنگ سیمان نزده، پلستر فقط نمایش، سنگ نمایش کار کرده. اینه این دروازه‌ایش هسته. خواستم با شما یک ویدیو بگیرم، سعی کنید ببینید که چطوری اینجا شهرک میسازن عراق. اینم دروازه این اندازه کتاره در سرش میه، کتاره میشه. اینم نمایش است. شاید در فکر شما بیاید که چقدر ویدیو میمونه عراق میگی. خب دیگه همینه دیگه، که مسافر شدی در جایی که کار کردی، نان خوردی، او خوردی، از اونم اینجا باید تشکر کنی دیگه. افغانستان دوست است، خوب است. افغانستان وطن است، فراموش نمیشه. ولی در نظر من فعلا در جایی که نان خوردی او خوردی، باید از اونجا شکر بکشیم دیگه. اگر افغانستان خوب باشه، کاروبار باشه، که مردم خارج نمیره، مهاجر مسافر نمیشه. اینم شهرک. قسم کار میشه، یعنی این طرف هم سیمت کرده یا پلستر کرده، رنگ نشده. و گفتن نماند، این ماها را اکثرش بچه های افغانستان کار کردن، انجام دادن. همین قسمت ها را همگی را اکثرشون هم بچه افغانستان کار کردن. ایران آباد کردیم، حالا نوبت عراق است. همه کشور را آباد کردیم، ولی خود ما، کشور ما و ایران است به شرایط های مختلف. اینم پله پشت بام. یعنی قسمت ها تکمیل شده، کار کرده و این سیستم دیگه نقشه بوده، آماده شده و در این سیستم
جور کرده. و طرفم دیگه شرکت است. دیگه واقعی غروب آفتابه دیگه. اگر ویدیو جالب بود دوستا، حمایت کنید، لایک کنید، شیر کنید، به دوستایتان شریک بسازید. سابسکرایب از یادتان نرود. خدا نگهدار و حافظتان.